سلام از نام ما بر خانه دل، سلام از روح ما بر اهل محفل، سلام از 7 گنج پرسعادت، سلام از نام ما بر نور وحدت. سلام و درود نیسوری یکایک شما باد تماشابینان عزیز تلویزیونی سیما. اینک پخش برنامه نخستین تلویزیونی دانشمند است از مرکز آموزشی زبانهای خارجی نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش دانشجویان و آماده‌سازی ایشان به آزمون‌های سطح بین المللی و جمهوری در همکاری با دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند قرار دادیم برنامه تلویزیونی دانشمند را پیشنهاد شما نماییم. اینک در برنامه نخستین ما در پهلوی راست من دانشجویان از دانشکده آموزگاری تاجیکستان با نام دسته معرفت پرور و در پهلوی چپ من باشد دانشجویان از مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طب با نام گروه خیرات تشریف آوردند. مرحمت دسته خود را معرفی نمایید. سلام، ای که دلم را به نور پیوستی. سلام، ای که جهان از تجلیت زیباست. سلام، ای که سکوتت سکوت کوكب هاست. سلام، ای که صدایت صدای باران هاست. من پولادزاده صدرونیسا سردار دسته معرفت پرور از دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند هستم. اعضایان دسته ما نگینا، نفیسه، فرهناز، دلفوزه و زوفنون هستند. شعار دسته ما دانش طلب و بزرگی آموز. تشکر زیاد، بسیار خوب. مرحمت دسته خیرات اعضای گروه خود را معرفی می نمودید. پیغام خوشی لحظه دیدار سلام است. دیباچه زیبنده گفتار سلام است. آغاز شود صلح و صلاح از نفس او، ارزنده و زیبنده به گفتار سلام است. من یولداشزاده نرگس، راهبر گروه دسته خیرات از کالج طبی شهر پنجکند. امروز در دسته ما اشتراک می‌ورزند عزیز جان، منیژه، دیناره، مهرافروز و زمیره. شعار ما این جهان را نگر با چشم خیرات. تشکر زیاد، بسیار خوب. اینک که شما اعضایان دسته خود را معرفی نمودید، من سراول شما را به این برنامه که شما بهره سنجش دانش خود و رقابت با همدیگر اومدید شاد باش میگویم و طرز برگزاری برنامه رو به شما معرفی می نمایم. برنامه ما از 3 بخش عبارت است و در بخش اول من به شما یک سوال پیشنهاد می سازم. این کاری گروهی است. شما با اهل گروه این سوال را فکر میکنید، پاسخ اون را دقیق میکنید و خواهشمند از بین شما یک نفر به سوال ما پاسخ میگوید. شرط برنامه با شما فهم است؟ من سوال ها رو به شما پیشنهاد کنم، پس برنامه رو آغاز میکنیم. چون چند پیش ما روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل نمودیم، سوال اولین برنامه امروزه وابسته به این موضوع است. سوال اولین به دسته معرفت پرور: اولین پرچم ها در کجا پیدا شدند؟ سوال را بار دیگر تکرار میکنم. اولین پرچم ها در کجا پیدا شدند؟ وقت شروع شد. مرحمت خوب فکر نمایید و جواب دقیق خود را شما میتوانید به ما پیشنهاد نمایید. اینک میبینیم که دسته معرفت پرور از سوال اولین خیلی به خود مطمئن هستند و پاسخ خود را الکی دریافت نمودند. خب سرداری دسته از گروه شما به این سوال کی پاسخ میدهد؟ ما با چنین خلاصه آمدیم که از دسته ما نگینا به این سوال جواب میدهد. اولین پرچم ها 3000 سال پیش در یونان قدیم، چین و ایران قدیم پیدا شدند. نشانه از اولین پرچم ها هنوز در کتاب اوستا با نام لیوو نیز قید کرده شده بودند. شما با سوال خود مطمئن هستید؟ بله. شاید کمی اشتباه نمودید، کمی پیشتر از آن بود این؟ نه، یعنی 3000 سال قبل اولین پرچم ها پیدا شدن. اینها هم باشد فقط در دولت‌های چین، ایران و یونان قدیم بودند. شما از کجا اینقدر مطمئن هستید که این پاسخ شما دقیق است؟ ما با اعضای دسته مشورت کردیم، با این خلاصه آمدیم که این جواب ما درست است. یعنی خلاصه آخرین شما همین است؟ بله. جواب خود را عوض نمی‌کنید اعضای دسته؟ یگان علاوه های دیگر نیست؟ پس شما رو تبریک میکنیم. این جواب شما قبول و جواب شما دقیق است. سوال نوبتی باشد به دانشجویان کالج طبی، یعنی به دسته خیرات.
شما آماده هستید؟ من سوال رو منظور شما ببینم. نظامنامه درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کدام سال قبول گردیده است؟ سوال را بار دیگر تکرار میکنم. نظامنامه درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان کدام سال قبول گردیده است؟ خوش، دسته خیرات، اینجا وقتی شما نیز به فرجام رسید، شما پاسخ دقیق خود را پیشنهاد میکنید. سرداری دسته که به این سوال جواب میدهد؟ ما اعضایان دسته به خلاصه آمدیم که به این سوال خودم جواب دهم. خب، مرحمت. نظامنامه درباره پرچم در اجلاس شورای جمهوری تاجیکستان که 16 نوامبر سال 1992 گذشته بود، در آنجا 23 مسئله را در بر می‌گرفت. یکی از مسئله‌های آن این همین پرچم بود. مسئله پرچم بود که نظامنامه آن در همانجا یعنی پیشنهاد کرده بود و همینطور 24 نوامبر سال 1994 این یعنی به رسمیت تصدیق کرد. سال چند گفتید؟ نظامنامه آن چی در همین اجلاسیه یعنی سال 1992 22 بعد و دکبر به تصدیق رسیده آن سال 1994. شاید از دسته یگان نفر علاوه میکند. کمی دیگر فکر میکنید؟ متاسفانه جواب شما نادرست است. نظامنامه درباره پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 11 دکبر سال 1999 با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است که در آن گفته می شود پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رمز استقلالیت جمهوری تاجیکستان می باشد. رو هفتاده نوشتیم. سوال ها ادامه دارد. بخش های دیگر در پیش است. برنامه را ادامه می دهیم. سوال نوبتی به دسته معرفت پرور است. سوال نوبتی نیز بخشیده به پرچم ولی خیلی سوال عجیب است. توجه نمایید. سوال را پیشنهاد می سازم. پرچم ایتالیا دارای رنگ‌های سرخ، سبز و سفید می باشد. برای انتخاب چنین رنگ‌ها بروش کدام میوه یا سبزوات به ایتالیایی‌ها کمک رسانیده است؟ سوال را بار دیگر تکرار می‌کنم. پرچم ایتالیا دارای رنگ‌های سرخ، سبز و سفید می باشد. برای انتخاب چنین رنگ‌ها به ایتالیایی‌ها کدام میوه یا سبزوات یاری رسانیده است؟ خب، به شما 1 دقیقه وقت شما آغاز گردید. خوش، اعضای دسته معرفت پرور به این سوال ما کی پاسخ پیشنهاد می‌سازد؟ سرداری دسته؟ ما اعضایان دسته معرفت پرور به چنین خلاصه آمدیم که از دسته ما به این سوال دلفروزه جواب می‌دهند. ما اعضای دسته به خلاصه آمدیم که جواب این سوال تربوز می باشد. ما اگر تربوز را گیریم، اگر قسم بالای آن از رنگ های سبز و سفید و قسم داخلی آن باشد از رنگ سرخ، یعنی از 3 رنگ عبارت است. جواب آخرانی ما این تربوز می باشد. شاید یگان سبزوات دیگر نیز باشد که همین 3 رنگ را دارا باشد. شما خوب اندیشه نمودید. به یک خلاصه آمدیم که جواب درست این تربوز می باشد. اگر که جواب شما اینجا اشتباه باشد، راه افتاده نمیشه. راه افتاده نمیشه؟ نه. خب، بار دیگر شما رو تبریک میکنیم. جواب شما قبول است. جواب این تربوز است. بسیار عالی. اینک 2 سوالی که به دسته معرفت پرور پیشنهاد گردید، به هر 2 سوال هم اعضایان گروه پاسخ درست دادند. اینجا سوال نوبتی به دسته خیرات. شما آماده هستید؟ پس سوال رو پیشنهاد میسازم. سوال این گونه است که از همه الف بلندترین چی نام دارد؟ از همه الفی که اونقدر بلند دارد چی نام دارد؟ اگر سوال نافهمو باشد، بار دیگر سوال رو تکرار میکنم. از همه الف بلندترین چی نام دارد؟ فکر میکنم سوال اونقدر سوال مشکل نیست. این سوال هنوز از سوالهای مکتبی، از کتابهای درسی گرفته شده است. از همه الف بلندترین چی نام دارد؟ خب، سرداری گروه به این سوال از گروه شما کی پاسخ میدهد؟ ما اعضایان گروه به خلاصه آمدیم که از دسته ما عزیز جان به این سوال جواب میدیم. مرحمت عزیز جان. ما اعضایان دسته خیرات به خلاصه آمدیم که جواب این سوال درخت
дарахти бамбук мебошад. علفی؟ дарахти алафии бамбук мебошад ки درخت نه علف. سوال چنین بود که از همه علف بلندترین کدام علف است؟ جواب شما علفی алафи بامبو. бамбук. شما مطمئن هستید از این دسته؟ бале. بله. پس شما رو تبریک میکنیم. جواب شما درست است. از همه علف بلند این علف بامبوک است. برنامه رو ادامه میدهیم. سوالی نوبتی باشد به گروه معرفت پرور است. درختی هست که گل نمی کند ولی آن میوه میدهد. این کدام درخت است؟ درختی هست که گل نمی کند ولی میوه میدهد. سرداری دسته به این سوال از اعضای دسته شما کی پاسخ میدهد؟ ما اعضایان دسته تصمیم گرفتیم که به این سوال از دسته ما نفیسه جواب میدهند. ما اعضای گروه به خلاصه آمدیم که این درخت انجیر می باشد. شما از کجا مطمئن هستید؟ چون که درخت انجیر گل نمی کند میوه می اندازد. دیگر درختان هم گل می کند. شاید یکون درخت دیگر هم باشد که در قبال انجیر گل نکرده میوه میدهد. فکری ما همین درخت انجیر است. چهارمغز، توت، انجیر. و یا گل می کند، چهارمغز گل می کند. انجیر. پاسخ آخرین درخت انجیر می باشد. شما رو تبریک میگویم. جواب شما قبول و پاسخ درست است. برنامه رو ادامه میدهیم. تماشابینان عزیز و سوالی نوبتی باشد باز هم به دسته خرد است. شما آماده هستید من سوال رو پیشنهاد کنم؟ شهرهای قدیمی تاجیکستان کدام است؟ این سوال از فنی تاریخ است. شما 1 دقیقه فرصت دارید. می توانید با هم گیر آیید و پاسخ را دریابید. یعنی شما اینجا دیگر از وقت خود استفاده نمیبرید. الکج پاسخ خود را دریافتید. همین طور؟ خب سرداری دسته به این سوال که جواب میدهد؟ ما اعضایان گروه به خلاصه آمدیم که به این سوال زمیره جواب میدیم. ما اعضایان گروه به خلاصه آمدیم که این شهرهای خوارزم، باختر و سغد می باشد. شاید شما سوال را اشتباه درک کردید. من گفتم شهرهای قدیمی جمهوری تاجیکستان. شما می توانید یکی از شهرهای قدیمی که عین زمان خیلی مشهور است پیشنهاد نمایید. ما جواب شما را قبول می‌سازیم. سرز، پنجکند. پنجکند یا اینکه سرز؟ جواب آخرین؟ سرز. پنجکند جواب. یعنی شما یک پاسخ پیشنهاد می‌سازید پنجکند قدیم. خب به هر حال سوال شما را قبول می‌سازیم هرچند که پورا نباشد هم یکی از شهرهای قدیم‌ترین تاجیکستان که امروز خیلی مشهور است با شهری که سرز و ملکه سرز این پنجکند است. در قبال این میتواند شهرهای استرابشان، حصار، شهرهای قدیمی تاجیکستان، کولو. تماشابینان عزیز این بود بخش اولین برنامه امروزه دانشمند که به هر یک سوال از اعضایان گروه 10 خالی بهاگذاری میگردید و در فرجام اینجا دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با نام دسته معرفت پرور به هر 3 سوالی که از جانب ما پیشنهاد گردید پاسخ درست گفتند و سزاواری ثقل گردیدند. مبارک باشد. و دانشجویان کالج طب شهر باشد با یک سوال پاسخ دقیق دادند و به سوال دیگر پاسخ ندادند. به سوال سوم باشد پاسخ نیم پوره دادند. به این خاطر با شما 15 خال بهاگذاری گردید. چطور خود شاهد گردیدید در این بخش برنامه دسته معرفت پرور سزاواری جای اول گردیدند ولی نباید ناامید شد. بخش‌های دیگر در پیش است. سوال‌های جالب دیگر در پیش است. میگذاریم به بخش دومی برنامه و در این بخش برنامه هر یک از اعضای دسته 3 نفری را انتخاب می نمایید و اون 3 نفر به پیش می برایند و از جانب من از اشعار شاعران بیت پیشنهاد می گردد که در آنجا یک کلمه بیت گرفته شده است. شما با یافتن پاسخ با آن همون یک کلمه رو دریافتن بیت رو پوره می سازید. اعضایان گروه به خلاصه آیید 3 نفری مرحمت به پیش.
بیت اولین رو به گروه معرفت پرور پیشنهاد می نماییم. شما آماده هستید؟ از عمر خیام است. این بیت می گوید برخیز برخیز بوتو بیار بحر دل ما، حل کن به جمال خویشتن ما. یک کلمه گرفته شده است. این کلمه به شما کمی کمک میرسانم. از 6 حرف عبارت است. نگفته نماند در این بخش به شما فرصت داده نمی شود. نفر اول می توانید به سوال ما پاسخ دهید. بار دیگر تکرار کنم بیت رو به شما نفهمه باشد. برخیز بوتو بیار بحر دل ما، حل کن به جمال خویشتن ما. کلمه مبین پرتفته شده است. اگر که شما به وزن و قافیه شعر اهمیت دهید الکی جواب مشخص است. پاسخ ندارید؟ باقی نیست. پاسخ را من خود پیشنهاد می نمایم. برخیز بوتو بیار بحر دل ما، حل کن به جمال خویشتن مشکل ما. پاسخ از 6 حرف عبارت بود. مشکل بود. سوال نوبتی به دسته خیرت است. یعنی بیت نوبتی را منظور شما می نمایم. نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید، وگر 100 نامه بنویسم بیش از آن آید. کلمه مبینی گرفته شده است. بیت را بار دیگر تکرار میکنم. نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید، وگر 100 نامه بنویسم بیش از آن آید. این بیت از سعدی شیرازی است. بیت مشهور است. پاسخ شما؟ حرفش؟ شما میگید این کلمه حرفش. نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید، وگر 100 نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید. این کلمه حکایت بود که شما آن را متاسفانه نیافتید. بیت نوبتی به دسته معرفت پرور است. بیت نوبتی را الکی نفر دوم جواب میدهند، زیرا نفر اول جواب خود را گفتند. بیت را قرائت میسازم. هر که شد در بحر اشعارم نخستین ناخدا، زورق از فکر خیش ثانی میکند. از نقیب خان طغرل است بیت. بار دیگر تکرار میکنم. هر که شد در بحر اشعارم نخستین ناخدا، زورق از فکر خیش ثانی میکند. کلمه از 6 حرف عبارت است. بیت به شما فهمو است؟ بیت را فهمیدید؟ گفتم بیت از نقیب خان طغرل است که میگوید هر که شد در بحر اشعارم نخستین ناخدا، زورق از فکری بلند. الکی من گفتم قریب بلندی. من یک حرفش رو گفتم. اگر که با وزن و قافیه شعر دقت دهید خود گفته شده است. بحرت. جواب شما بحرت است. میبینیم پاسخ رو. هر که شد در بحر اشعارم نخستین ناخدا، زورق از فکری بلندی خیش ثانی میکند. بیت از نقیب خان طغرل بود. بیت آخرین یعنی بیت نوبتی به دسته خرد است. متوجه باشید. بیت را قرائت میسازم. دم تیغ است به دل، رهی باریک سخن سنجی، زبان خامه هم دارد از حرف آفرینی ها. سوال را باری دیگر تکرار میکنم. دم تیغ است به دل، رهی باریک سخن سنجی، زبان خامه هم دارد از حرف آفرینی ها. جواب شما؟ باز. یعنی جواب شما باز است. تیغ یا باز؟ جواب آخرین؟ پاسخ شما؟ باز. دم تیغ است به دل، رهی باریک سخن سنجی، زبان خامه هم شک دارد از حرف آفرینی ها. این کلمه شک بود که شما آن را نیافتید. تماشا بیننده عزیز، چطور شما خود شاهد گردیدید در این بخش برنامه هر دو گروه هم نتوانستند به یگان بیت ما جواب دقیق دریابند و خالها مساوی است 0-0. مرحمت به جای خود گذارید. نام نباید شد یک بخش دیگر در پیش است و پس از آن بخش
غالب امروزه برنامه دانشمند معین می‌گردد. بخش نوبتی را به شما معرفی می‌نمایم، ولی پیش از آن خاطررسان می‌نمایم که غالب دسته معرفت پرور است و عین زمان با گرفتن 30 خال و دسته خیرات باشد 15 خال دارند. بخش نوبتی. این بخش نیز کاری گروهی است. در این بخش برنامه من به شما تنها یک سوال می‌دهم، ولی سوالی منطقی است. به شما 1 دقیقه فرصت، شما به این سوال پاسخ می‌دهید. سوال اولین به دسته معرفت پرور. سوال را خوب گوش نمایید. در عائله 5 پسر است که سینشان از 18 خورد می باشد. هر یک خواهری از 18 ساله خورد دارند. در عموم در عائله چند نفر فرزند زندگی می کنند؟ در عائله 5 پسر است که سینشان از 18 خورد می باشد. هر یک خواهر از 18 ساله خورد دارند. در عموم در عائله چند نفر فرزند زندگانی میکنند؟ اینجا با شما 1 دقیقه وقت داده شده است. هنوز شما فرصت دارید برای اندیشه کردن. خوب، دسته معرفت پرور دیگر از وقت خویش استفاده نمی کنید، یعنی پاسخ شما دقیق است. مرحمت. ما اعضایان دسته تصمیم گرفتیم که به این سوال از دسته ما فرهناز جواب میدیم. در عائله 6 نفر فرزند می باشند. چگونه؟ چون گفتیم سوالی منطقی است. 5 پسر است. هر یکی از آن پسران سینشان از 18 خورده است و هر کدام خواهری از 18 ساله، یک تایی نگفتیم خواهری از 18 ساله پایان دارند. ما اعضایان دسته به خلاصه آمدیم که در عائله 6 نفر می باشند. یعنی چگونه؟ 5 نفر تنها یک خواهر دارند و در عائله همگی 6 نفر می باشند. واقعا جواب شما درست است، 6 نفر است، ولی میخواستم شما بگویید که در عائله 5 پسر است که هر کدام سینش از 18 خورد است. اگر این رو به این نوبت گیریم، آنها میتواند یک خواهر داشته باشد، زیرا سین آنها از 18 ساله خورد است و خواهر نیز همچنین. شما را تبریک میکنیم، جواب شما قبول است. سوال آخرین برنامه امروزه به دسته خیرات. توجه نمایید. با کدام دست میتوان چای را خوبتر آمیزش داد؟ با کدام دست میتوان چای را خوبتر و بهتر آمیزش داد؟ به شما سوال فهمو؟ وقت شروع شد. سوالی منطقی است. جوابش خیلی آسان است. اگر شما کمی اندیشه نمایید، پاسخ را حتما در میابید. اینجا فرصت به انجام رسید. خوب سرداری دسته با این سوال که پاسخ میگوید. مرحمت. ما اعضایان گروه به خلاصه آمدیم که به این سوال ما منیژه جواب میدهند. پاسخ این سوال آن است که چای را با دست آمیزش نمیدهند. چای در درون همون چاینیک خودش آمیزش مییابد. اگر چای در پیاله باشد و در آن شکر انداخته باشید، شکر را چگونه آمیزش میدهید؟ تصور کنید چای در پیاله است. شما با آن شکر اضافه کردید، شاید پارچه از لیمون انداختید، آن را میخواهید آمیزش دهید. پس چگونه آمیزش میدهید؟ کدام دست بهتر این کار انجام میدهد؟ دستی راست. برای چی دستی راست؟ نفرانی هستند که با دست چپ همه کار رو بهتر انجام میدهند، مینویسند، لباس میدوزند. چرا به خلاصه آمدید دستی راست؟ با دستی چپ؟ برای چی؟ اگر راست است چرا با دستی راست؟ اگر با دستی چپ است چرا با دستی چپ؟ سوال گفتیم سوالی منطقی است. جواب خود راست میاندازند با دستی چپ، یعنی با دستی راست چای را به پیاله میاندازند و با دستی چپ آن را آمیزش میدهند. پاسخ شما این گونه است. اعضای گروه پاسخ آخرین همین است. متاسفانه پاسخ نادرست است و اینجا پاسخ را من خودم پیشنهاد میسازم. چای را هیچگاه نمیتوان با دست آمیزش داد، زیرا آن سوزان است، جوشان است. چای را با همان دستی میتوان آمیزش داد که در آن دست قاشقچه دارید. چای را با قاشقچه آمیزش میدهند و همون دستی که قاشقچه دارد چای را آمیزش میدهد.
تماشابینان عزیز، این بود بخش اولین برنامه دانشمند که ما اینجا منظور شما نمودیم و چطوره شما خود شاهد گردیدید. اینجا دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن با نام دسته معرفت پرور با گرفتن 40 خال سزاوار جای اول گردیدند. و دانشجویان از مؤسسه دولتی تعلیم کالج طبی شهر باشند با گرفتن 15 خال سزاوار جای دوم گردیدند. ولی نباید ناامید شد، زیرا این گفتیم اولین برنامه ما است. شما می توانید در برنامه نوبتی اشتراک نموده سزاوار جای اول بگردید. می توانید تا آن بخش برنامه خوب آمادگی بینید، خوب به سوالها پاسخ دریابید. اینجا در فرجام ما مینداری خود را به رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن معظم خان انصاری و کل آن نفرانی که در ثبت این برنامه ما را دستگیری نمودند میرسانیم. در فرجام به غالبان دوره امروزه برنامه دانشمند از جانب ماموریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکن کتاب پنجکنتی قدیم که با زبانهای روسی و انگلیسی نشر شده است و همچنین افتخارنامه از جانب ماموریت شرکت صدا و سیما تقدیم می گردد. تماشابینان عزیز، این بود پخش نخستین برنامه دانشمند از تلویزیون سیما منظور شما که بهر بلند برداشتن ملکه دانش و مهارت دانشجویان منظور نمودیم. اگر شما نیز خواهش اشتراک در این برنامه را دارید، خواهش آزمایش خود را، دانش خود را سنجیدن دارید، پس این برنامه تنها و تنها برای شماست و مخصوص خود شماست. اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه های دیگر، خیر، خدایا رو مددگارتان باد.